همیشه عاشق طبیعت گردی بودم. سفرهای زیادی رفتم، جاهای زیادی رو دیدم، ولی هیچ وقت فکر نمی کردم یه مسیر بی نقشه، یه جاده خاکی وسط کوههای خالی قرار عجیب ترین تجربه زندگیم بشه. اون روز با 2 از رفیقام علی و مجید راه افتادیم سمت یه دره‌ای که تو نقشه نبود. یه جای بکر رو دست نخورده. علی از یه محلی شنیده بود که ته اون دره یه چشمه قدیمیه که آبش خاصیت عجیبی داره. هوا خوب بود، مسیر نسبتاً آسون. فقط یه چیزی توی اون فضا عجیب بود، هیچ صدایی نبود. یعنی حتی صدای باد تو برگا هم شنیده نمیشد. انگار طبیعت نفس نمیکشید. مجید گفت: علی، مطمئنی اینجا همون جاییه که میگفتن؟ یه جوریه اینجا. علی خندید و گفت: داداش گیر نده، تو همیشه زیادی حساسی. راست میگفت، ولی نمیدونم چرا یه حس سنگینی رو قفسه سینم بود. چند ساعتی پیاده رفتیم. هرچی جلوتر میرفتیم سکوت بیشتر میشد. حتی صدای پای خودمون هم انگار تو فضا گم میشد. رسیدیم به یه درخت عجیب. تنش پر از خط و خطوطی بود که معلوم نبود حکاکی‌ان یا طبیعی. یه حس عجیبی داشتم، مثل اینکه یه زمانی آدمای زیادی دورش جمع می شدن. مجید یهو خم شد. یه چیزی رو از رو زمین برداشت. یه زنجیر که یه پلاک فلزی روش بود، خاکی و کهنه. نگاش کردم، یه تاریخ روش حک شده بود، 1348. انگار مال چند دهه پیش بود. یه لحظه دلم ریخت. یه نفر قبلا اینجا بوده، ولی چرا پلاکش افتاده بود اینجا؟ علی زد رو شونم: چته سعید؟ نکنه میترسی؟ خواستم بگم نه، ولی ته دلم یه چیزی نمیذاش آروم باشم. همون موقع صدای شرشر آب اومد. یه چشمه، دقیقا همون چیزی که شنیده بودیم. ولی چیزی که عجیب بود آبش نبود، سنگایی بود که دورش چیده بودن، مثل یه محوطه مقدس، مثل یه چیزی که نباید خرابش کنی. مجید که همیشه کله شختر از هممون بود خم شد که دستشو بکنه تو آب. من داد زدم نزن، ولی دیر شده بود، دستش رفته بود تو آب. همون لحظه یه باد سرد از وسط دره پیچید. یه بادی که اصلا طبیعی نبود. نه از اون بادایی که حس خنکی بده، از اونایی که انگار یه چیزی رو بیدار میکنه. هممون ساکت شدیم. سکوت دوباره همه جا رو گرفت. ولی این دفعه یه چیز فرق کرده بود. حس کردم کسی داره نگامون میکنه. مجید خندید، انگار که مسخرم کرده باشه. چی شده؟ فکر کردی جن اومده؟ ولی هیچ کدوممون نخندیدیم. یه چیزی اونجا بود، یه چیزی که دیده نمیشد ولی حس میشد. همه ساکت شدیم. فقط صدای چکیدن آب از چشمه شنیده میشد. یه حسی انگار بهمون میگفت باید برگردیم. ولی مجید که همیشه سرکشتر از بقیه بود دستش رو تو آب فرو برد و یه مش آب برداشت. قبل از اینکه حتی به صورتش بزنه یه چیز عجیب اتفاق افتاد. یه صدای زمزمه خیلی آروم ولی واضح از پشت سرمون بلند شد. انگار کسی با زبونی نامفهوم داشت چیزی رو تکرار میکرد. علی و مجید با تعجب به هم نگاه کردن. من به سمت صدا برگشتم، ولی هیچ کس اونجا نبود. فقط درخت‌ها، سنگا و سکوت سنگین دره. مجید یهو نفسش بند اومد. آب از دستش ریخت و یه قدم عقب رفت. دستش رو جلو دهنش گرفته بود و وحشت زده به چشمه نگاه میکرد. علی گفت: چی شده؟ چرا رنگت پریده؟ مجید فقط دستش رو نشون داد. آب توی مشتش یه لحظه شفاف بود، ولی الان سیاه شده بود. نه یه سیاهی عادی، یه چیزی شبیه قیر که انگار توش تکون میخورد. همون موقع یه باد تند از وسط دره رد شد. همه یه درخت‌ها یه لحظه خم شدن، انگار که یه چیزی داشت از بینشون عبور میکرد. علی گفت: اینجا دیگه جای موندن نیست، باید بریم. ولی همون قدم اول رو که بر نداشته بودیم اون صدا دوباره اومد.
این بار نزدیکتر، واضحتر، زمزمه‌ای که از بین سنگا بلند شد. چرا برگشتین؟ دیگه مطمئن بودم اینجا یه چیز اشتباهه. پا به فرار گذاشتیم، ولی هرچی میدویدیم انگار دره تمامی نداشت. درختایی که از کنارشون رد شده بودیم دوباره جلو راهمون سبز شدن. علی داد زد این غیر ممکنه. همین درختا رو 2 دقیقه پیش رد کردیم. مجید با ترس نگاهی به پشت سرش انداخت و گفت دارن میان. دلم نمیخواست پشت سرم رو ببینم، اما مجید انقدر وحشت زده بود که نتونستم بی تفاوت بمونم. آروم برگشتم و همون لحظه قلبم تو دهنم اومد. بین درختها سایه های سیاهی دیده می شدن. بلند، لاغر، انگار که فقط یه هیکل کشیده سیاه با چشمای درخشان بودن. اونا نزدیکتر می شدن. پاها دیگه مال خودمون نبود. فقط می دویدیم بدون اینکه بدونیم داریم کجا میریم. زمین زیر پامون انگار سنگین‌تر شده بود. انگار که یه چیزی میخواست ما رو بکشه پایین. علی داد زد یه راه خروج پیدا کنین. ما نباید اینجا بمونیم. ولی راهی نبود. فقط درختای خم شده، سنگای قدیمی و سایه هایی که بیشتر و بیشتر می شدن. یه لحظه زمین زیر پام خالی شد. حس کردم دارم سقوط می کنم. دستم رو محکم به تنه یه درخت گرفتم، اما صدای شکستنش توی گوشم پیچید و افتادم. وقتی چشم باز کردم یه جای دیگه بودم. دیگه خبری از درختا نبود. اطرافم پر از دیوارای سنگی و قدیمی بود. انگار یه شهر متروکه زیرزمینی بود. نور ضعیفی از بین دیوارا رد می شد. علی و مجید رو نمی دیدم. فقط صدای نفس زدنم تو فضا پیچیده بود. یه لحظه خواستم داد بزنم، اما یه چیزی جلوتر از من این کارو کرد. یه صدای بم و عمیق که گفت حالا دیگه راه برگشتی نیست. نفسم بند اومد. پشت سرمو نگاه کردم. یه در بسته شده بود، ولی جلوی روم یه راهرو تاریک بود. دیگه نمیدونستم چی کار کنم. فقط یه حسی داشتم. اینجا یه چیز زنده است. شروع کردم به حرکت. آروم. با هر قدمی که برمی داشتم صدای خشخش شنیده می شد. انگار که سنگای زیر پام داشتن زمزمه می کردن. یه بوی عجیبی تو هوا پیچیده بود. یه چیزی بین بوی خاک نم کشیده و یه عطر کهنه که هیچ وقت از ذهنم پاک نمیشه. یه دفعه یه نور ضعیف تو یکی از راهروها چشمم رو گرفت. به سمتش حرکت کردم. از یه در کوچیک سنگی رد شدم و اونجا بودن مجید و علی، اما نه همون جوری که میشناختمشون. اونا وسط یه اتاق دایره‌ای شکل بودن. دورشون خطهایی روی زمین کشیده شده بود. توی هر گوشه اتاق یه سایه سیاه قد بلند ایستاده بود. سایه‌هایی که چشم داشتن ولی هیچ صورتی نداشتن. مجید منو دید. لباش تکون خورد، اما هیچ صدایی ازش در نیومد. علی به زور دستشو به سمتم دراز کرد، انگار که داشت التماس میکرد نذارم اینجا بمونه. ولی یه چیزی نمیذاش نزدیک بشم. سایه ها یه قدم جلو اومدن. توی گوشم یه صدایی پیچید، انگار که تو ذهنم حرف میزدن. شما از ما نیستین. چرا اینجا آمدین؟ خواستم چیزی بگم ولی زبونم قفل شده بود. اون لحظه فهمیدم اونا ما رو نمیخواستن. ما یه مرز رو رد کرده بودیم که نباید رد میکردیم. یه باد سرد پیچید تو اتاق. چشام سیاهی رفت. حس کردم دارم تو خلأ فرو میرم. انگار که یه چیزی داشت منو پرت میکرد بیرون. چشم که باز کردم دیگه اونجا نبودم. نه شهر زیرزمینی، نه سایه ها، نه حتی علی و مجید. فقط من بودم وسط کویر روی شنای داغ. خورشید تازه داشت طلوع میکرد. سرم گیج میرفت. تنم درد میکرد. انگار که یه شب کامل و توی یه جای سنگی و سرد گذرونده باشم. به اطراف نگاه کردم. اثری از دره نبود.
انگار که اصلا وجود نداشت. بلند شدم، سعی کردم باور کنم این یه کابوس بوده، اما وقتی دستمو تو جیبم کردم یه چیزی تو مشتم حس کردم. بیرونش که آوردم همون پلاک فلزی بود که مجید پیدا کرده بود. دیگه نمیدونستم چی حقیقته چی خیالیه. اون شب از یادم نرفت، نه به خاطر ترس، به خاطر یه چیز دیگه. علی و مجید هیچ وقت پیدا نشدن. من تنها کسی بودم که برگشتم. هر چقدر دنبالشون گشتیم هیچ ردی ازشون نبود. خانواده هاشون باور نمی کردن که گم شدن، ولی من میدونستم اونا هنوز اونجا بودن. بعضی شبا تو خواب صدای علی رو میشنوم، یه زمزمه آروم از یه جای خیلی دور که میگه برگرد. ماها گذشت ولی هیچ وقت نتونستم اون شب رو فراموش کنم. خواب و خوراک نداشتم. کابوسای علی و مجید ولم نمی کرد. هر بار که خوابشون رو می دیدم توی اتاق تاریک بودن، با چشمایی که انگار دیگه آدم نبودن. یه بار علی تو خواب گفت برگرد، اما تنهایی نیا. تصمیم گرفتم برگردم، اما این دفعه آماده. با 1000 زحمت تونستم یه جنگیر حرفه‌ای رو پیدا کنم. یه مرد مسن با ریشای بلند و چشمایی که انگار چیزای زیادی دیده بود. وقتی داستانم رو شنید فقط یه جمله گفت: اونا هنوز اونجان، ولی شاید دیگه همون آدمای سابق نباشن. یه شب مهتابی دوباره به دره قاموش برگشتیم. هوای اونجا سنگین تر از قبل بود. انگار که زمین خودش نمیخواست دوباره پامون رو اونجا بذاریم. جنگیر یه مشعل رو روشن کرد. زیر لب یه سری ورد زمزمه کرد. همین که از همون چشمه لعنتی رد شدیم دوباره همون زمزمه ها شروع شد، ولی این دفعه واضح تر. چرا برگشتین؟ جنگیر بی تفاوت به زمزمه ها توی هوا پودر سفیدی میپاشید و گفت: اونا میخوان تو رو بترسونن، به کارت ادامه بده. وقتی به همون نقطه ای رسیدیم که اون شب ازش سقوط کردم، زمین دوباره شروع کرد به لرزیدن. دره انگار زنده شده بود. جنگیر یک کیسه کوچیک رو باز کرد و روی زمین نشونه‌ای کشید. بعد بهم گفت: حاضری؟ گفتم آره، کاملا حاضرم. با خوندن وردش زمین زیر پام باز شد. برای دومین بار سقوط کردم، اما این بار تنها نبودم. جنگیرم پشت سرم پرید. افتادیم تو همون شهر متروکه زیرزمینی. دیوارا هنوز همون شکلی بودن، اما انگار بیشتر فرسوده شده بودن. انگار که زمان توی اون دوران با زمان ما متفاوت بود. شاید برای اونا خیلی زودتر میگذشت، شاید هم زمان ما خیلی کند بود. نمیدونم، فقط میدونم این حجم از فرسوده شدن به زمان طولانی نیاز داره و توی چند ماه قرار نیست همچین اتفاقی برای یه شهر بیفته. نور ضعیفی از ته راهرو می اومد. سمتش رفتیم. به یه سالن بزرگ رسیدیم، همون جایی که اون شب مجید و علی رو دیده بودم و اونجا بودن، اما نه مثل قبل. پوستشون خاکستری شده بود. چشماشون دیگه هیچ شباهتی به آدمی زاد نداشت. لباساشون همونایی بودن که اون شب پوشیده بودن، ولی پاره و پوسیده. علی دهنش رو باز کرد، ولی به جای حرف یه صدای ناله عجیب ازش بیرون اومد. اینجا بود که فهمیدم واقعا اینجا زمان زودتر میگذره. علی و مجید انگار سالها بود توی این شهر متروکه داشتن زندگی میکردن. مجید سعی کرد قدمی جلو بیاد، اما یه چیزی جلوشو گرفت. دورشون یه خط باریکی از نور قرمز کشیده شده بود، مثل یه قفس. جنگیر آروم گفت: اونا هنوز زندن، ولی دارن کم کم جزئی از این دنیا میشن.
سایه‌های سیاه دوباره ظاهر شدن، اما این بار انگار عصبانی‌تر بودن. یکیشون جلو اومد و گفت اینا دیگه به تو تعلق ندارن، اونا از ما هن. جنگیر مشعلش رو روشن کرد و گفت اگه به میل خودشون اینجا موندن قبول، اما اگه مجبورشون کردین باید آزادشون کنیم. سایه ها یه لحظه ساکت شدن. بعد یکیشون با صدای خشن گفت اگه میخوای ببریشون باید یه نفر رو جاشون بذاری. همه چی یخ زد. جنگیر نگام کرد، انگار که منتظر جوابم بود. میتونستم دوستم رو ببرم، ولی به قیمت یه زندگی دیگه. لرزش تو صدام بود وقتی گفتم هیچ کس اینجا نمیمونه. جنگیر خنجر از جیبش در آورد، نوکشو با پودر خاصی آغشته کرد و گفت فقط یه راه است، باید زنجیر این طلسم رو بشکنیم. شروع کرد به خوندن ورد. همون موقع سایه ها وحشی شدن. یه باد سرد از بین اتاق رد شد. همه چی شروع کرد به لرزیدن. صدای علی و مجید توی سرم پیچید. نمیتونیم بریم، اونا نمیذارن. یه لحظه یه نور شدید همه جا رو گرفت. سایه ها جیغ کشیدن. زمین زیر پام ترک خورد. علی و مجید روی زمین افتادن و جنگیر دستم رو گرفت و گفت وقتشه، باید از اینجا بریم. هر دوشون رو روی دوشم انداختم. به سختی از راه رو دویدیم. پشت سرمون اون موجودات با فریادای خشن ما رو دنبال میکردن. جنگیر آخرین وردشو خوند. ناگهان همه چی محو شد. چشم که باز کردم توی همون دره بودیم. ولی این بار علی و مجید کنارم نفس میزدن. زنده بودن، اما یه چیزی تو نگاهشون فرق کرده بود. جنگیر مشعلشو خاموش کرد و گفت اونا برگشتن، ولی هیچ کس بعد از همچین چیزی همون آدم قبلی نمیشه. به علی نگاه کردم. لبخند زد، ولی توی چشماش یه چیزی بود، یه تاریکی که هیچ وقت ازش نرفته بود. ما نجاتشون دادیم، ولی حالا یه سوال بزرگتر توی ذهنم بود. اونا هنوز علی و مجیدن یا چیز دیگه؟ مدت‌ها گذشت و اونا داشتن به زندگی عادیشون برمیگشتن، اما همیشه یه خلایی در درونشون حس میشد. یه چیزی که انگار تو همون شب مونده بود. انگار روحشونو تو همون شب از دست داده بودن و با خودشون نیاورده بودن. هر دوتاشون سرسنگین‌تر و غمگین‌تر شده بودن. کمتر حرف میزدن و دیگه مثل قبل آدمای شادی نبودن. هر چقدر باشون بیرون رفتیم و توی طبیعت رفتیم فایده نداشت. اونا دیگه علی و مجید قبلی نبودن. اگه از این ویدیو خوشتون اومد ویدیو رو لایک کنید و کانال رو سابسکرایب کنید. ممنون میشم که برای حمایت از ما کامنت انگلیسی بذارید.